حضرت مولوی رومی بر همون انسان‌هایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی؟ نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. لایکی